تا حالا شده یه کاری انقدر مهم باشه که مدام تو ذهنت بچرخه ولی هر بار که میخوای شروعش کنی یه حسی بیاد، نه تنبلی، نه بی‌انگیزگی، یه چیز نامرئی که هلت بده سمت گوشی، سمت خواب، سمت بدن. و بدتر از همه اینه که خودت هم میدونی اگه انجامش بدی حالت بهتر میشه ولی باز نمی کنی. سوال اینجاست، چرا وقتی یه چیز واقعاً برات مهمه عقب انداختنش راحت تر میشه؟ معمولاً وقتی کارمون عقب میفته اولین برچسبی که به خودمون میزنیم اینه: من تنبلم یا دیسیپلین ندارم. ولی یه چیز عجیب این وسط هست. تو برای کارهایی که برات مهم نیستن خیلی وقتا راحت‌تر شروع میکنی. یه کار ساده، یه کار بی اهمیت، حتی یه کاری که هیچ آینده‌ای نداره. اما وقتی میرسه به امتحانی که آیندته، پروژه‌ای که میتونه زندگیتو تغییر بده، کاری که بهش اهمیت احساسی داری، همونجا قفل میکنی. گوشی رو برمیداری، یه ویدیو، بعد یکی دیگه، بعد ساعت میشه 2:30 شب و با خودت میگی فردا جدی شروع میکنم. اسپویل کوچیک، فردا هم همین میشه. حالا اینجاست که باید یه حقیقت ناراحت کننده رو بگیم. پروکرستینیشن مشکل زمان یا انگیزه نیست. یه مشکل احساسیه. وقتی یه کار برات مهمه، یعنی چی؟ یعنی اگه خرابش کنی به خودت برمیخوره. اگه خوب انجام نشه، احساس بی‌عرضگی میاد. اگه شروع کنی، دیگه نمیتونی بهونه بیاری. ذهن تو اینو میفهمه و میگه باشه، پس خطرناکه. پس چی کار میکنه؟ فرار. نه از کار، از احساسی که اون کار ممکنه ایجاد کنه. مثال ساده، میخوای بشینی درس بخونی ولی ذهنت میگه اگه نفهمی چی؟ اگه وقت تلف بشه چی؟ اگه شروع کنی و نصف ول کنی چی؟ این افکار خیلی سریع میان. اونقدر سریع که متوجهشون نمیشی. فقط نتیجه رو میبینی. گوشی دستته. و اینجا یه چرخه شکل میگیره. کار مهم، فشار احساسی، فرار، عذاب وجدان، فشار بیشتر. و هرچی بیشتر عقب میندازی، کار مهمتر و ترسناکتر میشه. نکته جالب، ذهن تو فکر میکنه داره ازت محافظت میکنه. حالا خبر خوب. تو لازم نیست آدم جدیدی بشی، دیسیپلین فولادین داشته باشی، انگیزه آسمونی پیدا کنی. فقط باید نحوه شروع رو عوض کنی. اولین تغییر ذهنی اینه: من باید این کار رو انجام بدم. من فقط قرار واردش بشم، نه تمومش، نه عالی انجام دادنش. فقط وارد شدن. مثال، به جای بشینم 2 ساعت درس بخونم، بگو کتابو باز میکنم و فقط عنوانا رو نگاه میکنم. یا فقط فایل پروژه رو باز میکنم. همین. چرا این جواب میده؟ چون ذهنت دیگه احساس خطر نمیکنه. احساس میکنه هنوز راه فرار بازه. دومین تغییر، احساستو نامگذاری کن، نه سرکوب. وقتی حس میکنی داری فرار میکنی، قبل از گوشی برداشتن یه جمله خیلی ساده تو ذهنت بگو: الان یکم میترسم یا الان مضطربم. همین. تحقیقات نشون داده اسم گذاشتن روی احساس قدرتش رو کم میکنه. و سومین حرکت کوچیک، زمان رو حذف کن. محدودیت نذار. نه تایمر، نه پومودورو، نه 30 دقیقه تمرکز. فقط بگو هر وقت خواستم میتونم ولش کنم. عجیبه ولی وقتی اجازه ترک داری بیشتر میمونی. اگه الان یه کاری تو ذهنت هست که مدت هاست عقب انداختیش، بدون اینه. مشکل از اهمیتش نیست. مشکل از اینه که برات مهمه. و این یعنی یه جای درست داری راه میری. لازم نیست امشب زندگی تو درست کنی. لازم نیست همه چی رو جبران کنی. فقط یه قدم کوچیک. اونقدر کوچیک که ذهنت نترسه. همین کافیه برای شروع. و شروع همیشه از همون جایی میاد که فشار رو کمتر میکنی، نه بیشتر.